زندگی خانوادگی من دچار فقدان محبت بود. مادر با من نبود، پدرم در زندگی دیگر بود. من به یک برادر کلاس پنجم ابتدایی که بودم می‌داشتم بخوانم، نه آهنگی نه دادی، میخواستم فریاد دل خودم رو بخوانم، میخواستم مسیح روزگار من رو بخوانم. چی باشیم دامان بشوی افسرده بود نالان بشوی. بچه ها هول دادند، خوندم. بچه ها منو به فرنگسرا ها بودند تو مدارس محلی و از همونجا به تهران گذر من افتاد. پس یکی از دوستان با زندیات در دشتی آشنا شدم، او من درس داد. زندیات سعادتمند قومی با من کار کرد و بعدا هم خدمت استاد بنان رسیدم. فرمودند که کفایت با تو هست، خوب است بری دشت آواز را به دادش برسی. ترانه های تازه آمدن و دارن روزگار آواز ایران را سلاخی میکنن. گفتم خیلی خوب. در حال همین برنامه بود رفتم دیدم یک جای تعزیه میخوانن، از تعزیه گوش کردم دیدم نواهایی میخوانن، من ندارم. برگشتم تهران به اینا گفتم که اینا گوشهایی که هست من میخوانم، شما اسمشون رو به من بگید. خوندم و از کجا گیر آوردی؟ گفتم از تعزیه. گفت ما نداریم. بعد من این برنامه رو جور کردم، 40-50 گوشه از آواز ایران پیدا کردم و نگاه داشتم، ولی دیگه روزگار ترانه‌خوانی بود. منم به ترانه‌های محلی پناه بردم. ترانه‌های محلی رو از روستا جمع‌آوری می‌کردم. روستا خیلی خوشش می‌آمد و هر وقت تو مزرعه بودند من می‌رسیدم با خوندن آهنگ‌های من تو رادیو می‌خوندم. با خوندن آهنگ‌های من را نوازش می‌کردم. منم بالاخره با اینا آشنا شدم. مثل یک نویسنده نبودم که از فرماندار نامه بگیرم برم پیش بخشدارم من بفرسته پیش کل خدا و آدمی شگیر من نیاد. مثل مردم دیگه با من دوست بودن، مردم خود من بودن. منم با اینا خیلی تقلا کردم و اینا تونستیم که ترانه‌های زیادی رو من بیارم بیرون و آوردم. هر کدام بخشی کوچک بود کم بود من بیشتر گرفتم، بقیه اسلام از دیگران گرفتم. بعد همه اینا رو جمع‌آوری کردم، خوندم، نوشتم. بعد از 6 سال حالا در تهران اینو که کتاب کنم بدم به من، اینها هنوز این کار نکردند. گفتم باشه بعد از من بچهای من ممکنه اینو به ثمر برسانند. وقتی جامعه‌ای را که از نظر فقر، گرفتاری یا پریشانی یا مسائل دیگر یا علاقه به زندگانی بهتر می‌دارد دیگران را هم سرکوب بزند، بذار آدم فرهنگی کتابدار به کتابخانه دار کتاب را چاپ نکند. من دیگه دنبال نادان نروم، دانا را بخوام. میبرم دل عرض سلام بنویس کاغذ نویس بنویس بگو انتنجو میکاغذ فدر هرچی بیشتر میشومه رایتای ممدلی. استاد راجع به موسیقی گیلان برامون بگین، تاریخچش و اینکه بین موسیقی‌های فولک دیگرمون انگار موسیقی گیلکی ریتمای شاد بیشتر از بقیه داره، درسته؟ بله شاد داره، منتها شاد بون معنا نیست. اونا نمیخوان گرفته بشن، اینا ما غم داریم. دلیلن به فضای محل خودشون که جغرافیای سبزی داره در برنامه‌هاشون شاد هست، رگه های از غم در شادی هاشون جاری است. هر جامعه‌ای موسیقیش را از جغرافیای زیست خودش میگیرد. هر پایگاهی، هر محلی، هر فضایی زندگی و نوع زندگی را که آشنا میکند با آدمهاشون همونجا خودشون تصمیم میگیرن بسازند. یکی با باز مینشیند، ساختن دیگری ندارد. یکی دلشاد است ولی استفاده از اون رو بلد نیست. گیلانی ها دقیقاً به خط کاری خودشون معتقدن، آوازهاشون علاقه دارن، رغبت دارن، ترانه‌های روستاییشون دوست دارن. متاسفانه این همون زحمتی هم که من کشیدم هنوز برای اینا جوابی ندادم. همون زحمتی که من براشون کشیدم که باید می‌نوشتم که بعد کتابم بابا اینجوری شد و من شرمنده شما هستم، برای خیلی خدمت کردم براشون. خود این در مقابل بزرگواری‌های شما خیلی کمه.
خیلی کوچیکی. از این رو من شرمنده. از این رو من برای اینکه از یک بزرگی فرهنگی بخواهم که برای من مقدمه بنویسه نخواستم. خودم مقدمه اونهایی را نوشتم که در روستاها تو دل زراعت میرفتن کار میکردن، میخوندن، مرا آشنا کردن با اون خوندن ها، با اون وضع. بعد شبها روزها از خستگی کار از این سو به اون سو میغلطیدند و همینطور مردند. یک شهر خوبی را هم ندیدند. من اونجا نوشتم، در اون کتاب نوشتم که من هر جا میرم باید در پای اینها بنشینم، تشکر از اینها بکنم. رمزللی رمزللی بیرکل کوتی در بخاری خالجی فجی رمزللی رمزللی ای رمزللی رجری بیجر تنکاری مال دنیا بگو چی داری رمزللی 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 ای رمزللی. شما آینده موسیقی فولک رو چجوری می‌بینید؟ دنیا داره به جایگاه یکی شدن میره و حتی زبان ما خواسته ما حرفای ما رو هم دیگه تازگانی گرفتن. بنابراین ممکنه 50 سال دیگه 3 سال دیگه هیچ کس نباشه اسم مادر و خواهر خودش رو کلیکی بدن و خدا کنه اینطور پیش نیاد. چون هر چقدر دنیا یک پارچه بشه بعد رذالت و پستی بیشتر میشه. به مردم خسته میشن، بری میگردن میخوان از این خستگی فرار کنن، میخوان از این قوم به اون قوم، از این انسان ها تا به اون انسان ها وقتی میرسن زبان محلی خودشون را حرف بزنن، حرفاشون رو بشنون، بعد جمع بشن، بعد یک بیرقی بلند کنن، بعد خودشون رو اون مردمی بدانند که گذشته های بزرگواری داشتن. حالا هر چی میگردن از اونها پیدا نمیکنن. و چقدر گول این شیادان غرب را خوردن. حالا نه غرب، علوم را خوردن. علومی که میخواست همراه با زبان انگلیسی و فرانسه یکی کنه و دیگران را آدم حساب نکنه. ولی اون روز اینها جمع میشن، بیشتر میشن. ممکنه 5000 سال هم بگذرد تا بعد به اون فرهنگی میرسن که ما حالا داریم. بازم برای کم بیشتر برسن یه مدتی که طول میکشه تا 10000 سال که برسن به روزگاری که من اون کتاب را دادم بیرون. و بعد مردم وقتی میبینن جز از اون راه نمیتونن لذت از زندگی ببرند بعد یک پارچه میشن. چون بالاخره هر دوگانگی به هم ریزی علیه فرهنگ ما که ما بخواهیم چه نخواهیم. الان بچهای 20 ساله 15 ساله 18 ساله کامپیوتر اگر نخونن استفاده ندارن. خب به این نتیجه رسیدیم که هر چی بشه از دیگر تولید بکنیم باید بدیم به انگلیس و آمریکا. شما این زبان شما رو بدید بگید. زبان این داد خروشش چیه؟ یه خروش پیدا کنن. پر گرفتاریان. شب و روز میدون. زن با مرد هیچ گونه سلام علیک نداره. زن روی کار دیگره، مرد روی کار دیگره، بچه‌ش سپردن در یه جای دیگری اینو بزرگ کنه. برای کی؟ معلومه. نه خودشون لذت میبرن، نه بچه لذت میبره، نه از دنیا چیزی میفهمن. چون بالاخره اونایی که اینا رو آموختن این زندگی رو بینا بدن، اون کامپیوترها رو بینا میدن تا مالشون رو بگیرند. حالا اینا امروز نمیفهمن، فردا خواهند فهمید. خب اگه ما به اونجا برسیم به یه بخشی به خودکشی میرسیم. اگه به اون فرهنگ آبادزادیمون نرسیم، به اون نرسیم، نبینیمش، دیگه ما از حیا میمونیم. وقتی میشیم گم میشیم. ولی سرانه ما نمیمیرند. بالاخره بزودی مردم اینجا و اونجا از یک دندگی موسیقایی جان به فریاد میان. بالاخره باز هم با همه ناشکری افغانستان چشماش به اشک می‌نشیند از خوشخوانی‌هایش، از خوشنوازی‌هایش. شما 6 سال دیگه آهنگ 20 سال قبل ما را گوش بدید، باز میاد گوش بدید. چرا؟ برای اینکه صمیمیت ساخت و پرداخت در آدم‌هایی را که هم شعورشون خوب بود، هم عاطفهشون خوب بود، هم انسانیتشون بالا بود، هم میل داشتن که اینها رو بالا ببرن. نگاه داشتن برای خودشون به مردم 3 سال دیگه گوش بدن خوب تازه. بنابراین من نمیدونم شما چی نتیجه از این حرف من میگیرید که این سرنوشت این چی میشه. سرنوشت این با مردم میشه. هر جایی که شما موسیقی روستایی گوش بدید در هر جای دنیا سرخپوستا رو، چینی ها رو، آمریکایی ها رو، هر جای اینا هم برن، اینا چیزایی که دارن با خط فولکلور دارن. بنابراین محبت را به عاطفه را باید در فولکلور دید. فرهنگ مردم فرهنگی است که بی حساب کتاب مجذوبش میشن، محشورش میشن، خوشحال میشن. İpçe ato bagırdan, ipçe uto bagırdan. یکم راجع به آثارتون صحبت کنیم. شما کلاً پیش از انقلاب چند آلبوم بیرون دادی؟ 17 تا. بعد از انقلاب چی؟
4 تا. بعد خودتون آثار بعد از انقلاب و به اندازه قبلی ها دوست دارید؟ بله، تو میخوای هنر داشته باشی، هنر جلوت میگیره، نمیذاره تو هر چی دلت میخواد بخوانی، هر چی دلت میخواد بزنی. همین خدمت باعث میشه که تو دور هم جمع میشید، تکنیکی تر میشید، قشنگتر میشه. بنابراین اونی که بعد انقلاب من ساختم، کسی ساخت برای من که من تمام خمیرمایی را بهش دادم. حتی این بردم برای تنظیم این حالی کردم، اینجوری باید بزنی. تو اینجا علم گرفتی، تو علم چیز گرفتی، دانشگاه مگر با تو لیسانس موسیقی میده، تو موسیقی حالی میکنم میگه اون چیزی نمیگم، اون چیزی نداره. من و انصار من دارد اونجا اضافه کرده، از شما میگیری. تو چی میخوای یاد بگیری؟ باید بیاد تو خود دانشگاه بیاد دو داخل مردم چیزدان بشن. وقتی چیزدان شدن مثل حسین علیزاده بیرون آمدن، سازشون مبین آثارشون خواهد یا قدرتشون خواهد. ولی ما وقتی ساز داشته باشیم، فقط بگیم من معلمم، استادم، درس میدم، این وجه این شده نمیخوره. من بچه میکنم باید. ولی اون محبتی را که اون هنرمند میکنن که به قول آقای سعدی در صدر مینشیند و قدر میبیند، اون دیگه بینا نمیده. چون هنر چی باید افشا بشه دیگه، روشه. اگر روش شد، آقا حسین علیزاده چی داره میگه؟ بزن دیگه، ساز بزن. آهای چیز تو چی داری؟ تو ساز بزن. سازم میزن چون قشنگ نمیشه. حالا سازنهای امروز که اینجا سرگردان همون دارن استاد میشن، همون میرن دارن درس میزنن، یه چیزایی درس هم ندارن بدن، اینا خودشون هم خوب نمیزنن. وقتی خوب نمیزنن همه اینا بند میگیرن. بنابراین اون 4 تایی که آمد، اونا رو ما راه بردیم اینا رو. اونا آمدن بعد در روستا پیشانی رو زدن با مهر نبوت. آمدن اونجا سرشون رو به دانایی روستا پایین آوردن. اگر که به انتخاب خودتون باشه، ترانه آخر برنامه رو دوست دارین کدوم ترانه رو بذارم؟ تیتی کو تیتی آتم چه بیتی گردن کلایتی دست کشایتی اخ نزن تیتی گب بزن تیتی Malım gördüm bu pırtı diyor, ibadete govu bu pırtı diyor, yıkarda kanşal bu pırtı diyor, gidiyor, gidiyor, al gidiyor, gidiyor, aklından gitti, kapının